سلام دوستان، به چنل یوتیوب من مستر یوتیوب خوش اومدید. میخواستم یه راهکاری بذارم که خیلی از بعضی از یوتیوبرها میذارن ولی درست توضیح نمیدن. حالا ما کاری نداریم به این چیزاش، ما خواستیم تو چنل خودمون این ویدیو رو قرار بدیم. اولین چیزی که میخواین برین تو کرومو که همتون دارین. خب برین تو کروم، اینجا الان قبلا سرچ کرده بودم. خب اینجا اینی که میبینین همین اول ردیم کد پابجی موبایل. خب اینجا ببینین ردیم کد پابجی موبایل قشنگ آورد. خب اینو میزنیم، میذاریم صفحه بالا بیاد. خب ببینین این اولیه. خب این اولیه که مال سایت، فکر کنم آره مال سایت اصلی پابجیه، که اینجا کرکتر آیدی تون رو میزنین، آیدی که بالا پروفایلتون، یعنی بالا اون جایی که اسمتون قرار گرفته اونجا یه چند تا عدد اونو کپی میکنین میارین اینجا میزنین. بعد این ردیم کد، این اصل کاری است. یعنی چه؟ یعنی همون کدی که مثلا مال فالکون دیگه، ام4 جوکر، ام4 یخی، ست فرعون یا همه چی که در فکرتون باشه اینجا میزنی. بعد این پایینن، اینجایی که نوشته 2560 این پایین ورتیکال کد میزنی. بعد یه صفحه برای شما باز میشه، اوکی یا میزنی، اوکی یا میزنین. اوکی که زدین، بعد مثلا یه چند روز بعد، یه مثلا بگم چند ساعت بعد، اگه خیلی خوش شانس باشین اولین نفر بزنین بهتون میده. خب بعدش میایم اینجا الان میبینیم من یه نیو تب دارم، یه دونه پابجی اسکین. خب این پاب اسکین رو ول میکنیم. خب اینم پابجی موبایل ردیم. دوباره میایم تو اینجا میزنیم ردیم کد. خب اینو که زدیم میایم اینجا 2020. خب اینجا رو که زدین میایم اینجا. خب فری پابجی موبایل ردیم کد، فری یو سی و اینا. نه اشتباه شد. خب اینجا رو اشتباه اومدیم، فکر کنم اشتباه زدم، فکر کنم. میزنیم پابجی ردیم کد. خب 2021 بهتره 2021 رو بزنیم. فکر کنم همینه. آره اینی که برای من همین اول باز شده. نه دوباره اشتباه اومدم. بله بیاد بالا یه سری کد اون آخر نوشته، اگه برای شما هم بیاد. خب ها همینه. ببینین این AK قشنگ جلوش نوشته، این جلوش نوشته گلدن پن، اینه ردیم کدش دیگه. نیو لژندری، لباسای لژندری، اسکارل گان اسکین دیگه. این ردیم کداش این سمت چپه. اون گانایی که حالا برای من گوشیم لنگویجش خارجیه به صورت یونیتد استیتس، برای همین اینجا سمت چپ برای من نوشته شده. شاید برای شما سمت راست باشه ردیم کدا، سمت چپ مثلا AKM اسکین باشه یا اسکارل اسکین. خب میایم پای اینها، ببینین اینا بهش داده. وقتی این ردیم کدا رو میزنین ممکنه بهتون ساعتی بده، ممکنه بهتون نده. اینن خود پابجی موبایله که الان خیلی وقت پیش، الان 8 میلیون خورده ای فالوشن دیگه. میایم پایینش که دیگه چیز خاصی نیست. خب این از این آقا، این چیز خاصی نیست. همونطور که به شما گفتم آقا، این ویدیو به 500 الی 1000 تا لایک برسه یا سابسکرایب حتما بکنین، کامنت بذارین برسه، من تمام ردیم کدا رو براتون قرار میدم. و
یه ویدیو دیگه هم میذارم که چجوری رایگان یوسی بگیرین. این رایگان اسکینو لباس لژندری میگیرین، اون دیگه رایگان یوسی میگیرین. اونو براتون میذارم، فقط باید یه چند تا راهکارم انجام بدین که شاید به بعضی هم منطقه و جغرافیایی شما نخوره، به بعضی جا عمل میده، به بعضی جا نمیده. خب آقا ما میایم بیرون. گفتم همه کاراتونو که کردین میاین اینجا. خب همه کاراتونو که کردین اینجا میزنیم، اینجا قشنگ کپی کنین، ردیم کدا رو کپی کنین، بعد میایم اینجا میزنیم پابجی ردیم کد. خب ببینی اینجا براتون یه همچین چیزی باز میشه، منتظر میام با این سیمبال بیاد. خب گفتم همه کاراتونو که کردین، ردیم کدا رو اینا رو کپی کردین، میاین اینجا ردیم کدا میزنین، کاراکتر آیدیتون کپی میکنین، میاین اینجا میزنین اون کاراکتر، نه اسمتون مثلا اسمتون بشه مثلا مستر نیما یا هر چیز دیگه یا عددیه. خب بعدش اینجا 6629 میزنین، ردیمو میزنین، یه صفحه برای شما باز میشه. اوکی میزنین، اوکی که زدین یا چند روز دیگه یا حتی چند ماه دیگه یا چند ساعت دیگه اگه شانستون خیلی خوب باشه بهتون میده. ممنون شدم این ویدیو رو دیدین. گفتم اگه تا 500 الی 4000 تا لایک برسه یا سابسکرایب کنین، من یه ویدیو در مورد گیفت کارت مجانی براتون میذارم که راحت بتونین که یوسی رایگان بگیرین با چند تا راهکار خوب. ممنون شدم این ویدیو دیدین. لایک و کامنت یادتون نره، کامنت بذارین چه ویدیویی میخواین. خداحافظ تا ویدیو بعد.